بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، والصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و بعد، بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما مهربانان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که صحتمندی و سلامتی و کامگاری و شادکامی همیشه و همواره قرین حال شما بزرگواران و عزیزان باشد. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان هستیم. در آغاز این برنامه خدمت کارشناس برنامه استاد عبدالرحمن فاتح از طرف خود و شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. من هم به نوبه خود به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی که امینک ما را از سراسر دنیا میبینند عرض سلام و ادب دارم و امید است که الله متعال ما را در پناه خود همیشه نگه دارد. سلامت باشین استاد گرامی. خوشحالیم که بار دیگر خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی هستید تا در پرتو اندیشه اسلامی باز هم جستار و بحث و کنکاش داشته باشیم. عزیزان گرامی، در برنامه گذشته پیرامون ویژگی های اندیشه اسلامی صحبت های خدمت شما ارائه کردید. یکی از این ویژگی ها و یکی از این خصیصه های اندیشه اسلامی همانا ربانی بودن، الهی بودن و خصیصه دیگر خصیصه یا ویژگی اعتدال و میانه روی و وسطیت بود. پس مکتبه که ویژگی آن، اندیشه‌ای که ویژگی آن ربانی بودن، نسبت داشتن و پروردگار بوده باشد و ویژگی دیگرش اعتدال و میانه بودن و توازن بوده باشد، چگونه میتوان این گونه اندیشه و این گونه مکتب را به وحشت و خشونت و بربریت و این اوصافی که امروز از سوی پیروان ادیان تحریف شده و ملحدین و حتی برخی از مسلمانان که سطح آگاهیشان در ارتباط به دین، در ارتباط به اندیشه اسلامی خیلی ها محدود و اندک است، این گونه اوصاف را و این گونه شبهه ها را به اندیشه اسلامی و به دین اسلام نسبت میدهند. پیرامون این موضوع آیا اندیشه اسلامی، آیا دین اسلام دین خشونت است؟ پیرامون
این عنوان و این موضوع بحثمان را با استاد عبدالرحمن فاتح آغاز میکنیم. خب استاد گرامی، همان گونه که عرض شد، یکی از شبهه هایی که از طرف مخالفان مطرح میشه در قبال اندیشه اسلامی همانا بحث خشونت و بحث وحشت و بربریت است. یعنی هر گونه جنگ و قتال و ترور و وحشت و خشونت را به مکتب اسلام، به اندیشه اسلام نسبت میدهند و برخی از خوشباوران و یا آنانی که آگاهیشان نسبت به اسلام خیلی سطحی است، این شبهه را در ذهنشان میپرورانند و در محافل گوناگون مطرح میکنند. ابتدا میخواهیم اگر یک روشنی نسبت به خود کلمه اسلام، واژه اسلام چیست؟ اسلام یعنی چی؟ اگر روشنی بیندازید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، متاسفانه این افکار و این اندیشه های عجیب و غریب امروز در میان احاد امت اسلامی هست و متاسفانه باید بگوییم که بعضی از جوانان ما هم نفهمیده احیانا به دنبال این حرف ها رفتند و می روند. اما قبل از آن اجازه بدین جناب استاد که قبل از این که به سوال شما پردازم یک مقدمه باز کنم. وان این که ما وقتی میخوایم در اینجا صحبت بکنیم یا سوال شما مربوط به اسلام میشه، مربوط به مسلمان ها نیست. بله. یعنی ما میخوایم یک فکر تعریف کنیم. بله. باز کسی نیاید که بله در فلان کشور اسلامی مسلمان ها فلان کار کردن، یا امروز به عنوان مثال وقتی که نام ترور و وحشت چنانچه شما بیان کردین در شبکه ها که اعلان میشه، انسان یعنی افرادی که به خصوص فریب خوردند و تبلیغات زیاد شده به گوش آنها احساس میکنند که به محض اینکه نام تروریست پیش میآید یک عمامه به سر داره و به هر حال ریش بلندی داره و لباسهای سفیدی داره و یا به هر حال لباسی داره که خود آنها پیش خود مجسم کردن. و شما عجیب جناب استاد وقتی میبینید در بعضی از این کشورها احیانا که اتفاق میفته، اول چیزی که در واقع نسبت داده میشه به مسلمان ها نسبت داده میشه که اینها مسلمان ها بودند و اینها مسلمان هایی کار کردند و این دین اسلام که اینها رو به این جهت کشانده. بعد از این مقدمه در مورد سوال شما، اسلام خودش وقتی خواسته باشیم معنای لغوی اسلام رو بگیریم، بله، آنچه که از سین و لام و میم برمیآید معانی مختلفی علما از آن استنباط کردند و معانی مختلفی از آن گرفته میشه. یکی از جمله معانی اسلام استسلام هست، یعنی انقیاد، فرمانبرداری در مقابل دین پروردگار سبحانه و تعالی، تسلیم شدن. یعنی انسان در مقابل دین خدا تسلیم بشه و آنچه را که پروردگار متعال گفته با عنوان فکر و اندیشه آن را قبول بکنه. به این میگن اسلام. یعنی وقتی که اسلام را پذیرفت به حیث دین، به عنوان دین قبول کرد، باید از همه قوانین، نظام و دستورات و فرامین این دین پیروی کند. دیگه اختیار و انتخاب دینی دیگر یا این بادشه یا این زاویهشه یا این مسئلهش من قبول دارم و این جایش قبول ندارم دیگر مطرح نیست. نه خیر، حتی جناب استاد قبل از اینکه شخص مسلمان بشه دین اسلام او مکلف نمیکنه که بیا تو حتما بیا مسلمان بشو. نه، هدف این که بعد از این بله. انسان بعد از اینکه فرد اسلام به حیث دین پذیرفت، بله متوجه شدن. اولا اسلام کسی مجبور نمیکنه بیا مسلمان بشو. بعد از اینکه مسلمان شد باید واقعا مسلمان بشه. وقتی شما وارد یک کشور میشین، تابعیت یک کشور یا جنسیه یک کشور قبول میکنین، باید قوانین رو قبول بکنین. الا که اگر شما بگین من تابعیت تو رو قبول میکنم ولی به قوانین تو سر نمیگذارم، خب غیر ممکنه، اصلا امکان نداره چون این چیزی، کسی نمیپذیره همچون چیزی. اسلام هم وقتی شخص گفت لا اله الا الله محمد رسول الله و دین اسلام را قبول کرد، باید آنگونه ای که اسلام گفته قوانین اسلام را قبول بکنه و این است معنای اسلام. یعنی فرمان برداری، انقیاد، اطاعت در مقابل دین خداوند متعال سبحانه و تعالی، زانو زدن
و آنچه را که اسلام گفته آن را اجرا کردن. پس وقت بله، این یکی از معانی است که اسلام داره. بله. معانی دیگری داره اسلام عزیز. این کلمه اسلام که به معنای سلامتی است. اسلام به معنای سلامتی. اسلام عزیز سلامتی به وجود میاره. اسلام عزیز برنامه هایی داره که به سلامتی انسان ها مؤثره. هم فکر آنها سالم نگه میداره و هم جسم آنها سالم نگه میداره. یعنی چه سلامتی معنوی باشه، بله. روحی باشه و چه سلامتی مادی فیزیکی. بله کاملا. هم سلامتی جسمی انسان را اسلام آمده در واقع توجیه کرده و یا اینکه تشویق کرده، ترغیب کرده. مثلا ما را از خیلی چیزهایی که به وجود ما ضرر داره اسلام ما را منع کرده، نخورین. از مسکرات و از چیزهای مست کننده استفاده نکنین، شراب نخورین، اینها به شما ضرر داره. اینها ضرر داره، حقیقتا در وجود انسان ضرر داره، در مغز و فکر انسان ضرر داره. انسان را از حالت عادی میاره بیرون. و از حالت سلامت فکری هم که ما در برنامه‌های گذشته هم با آن اشاره کردیم که اسلام عزیز برنامه‌هایی داره که فکر انسان سالم نگه می‌داره. این است معنای سلامتی. اسلام یعنی سلامتی. معنای دیگر اسلام داره که اسلام به معنای سلم یعنی صلح، دین صلح. چنانچه پروردگار متعال هم در قرآن کریم به این مورد اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. سلم به معنای صلح هست. بله. و در اینجا هم خداوند سبحانه و تعالی اسلام را سلم میگه، ادخلوا فی السلم کافه، در کل جنگ. بله، در کل به اسلام داخل بشین. صلح مورد توجه دین اسلام قرار گرفته و الله سبحانه و تعالی صلح ستوده و صلح خیر در قرآن کریم میگه در سوره نساء، اگرچه موردش خاصه که ارتباط میگیره به روابط زناشویی. الله متعال در ضمن روابط زناشویی که در میان دو زن و شوهر به هر حال اختلافات خانوادگی به وجود میایه، الله متعال میگه و صلح خیر، صلح بهتره، شما در میان خود صلح بیارید. بله. نه تنها در این مورد بلکه در موارد مختلفی ما از آیات قرآن کریم و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، الله متعال برای پیامبر میگه اگر مشرکین، اگر کفار، کسایی که با تو در جنگن، به هر حال خواستن با تو صلح بکنن، تو هم با اونها صلح بکن. دین اسلام دین جنگ نیه که شما خواسته و نخواسته یالا جنگ بکنین. حتی رسول الله علیه السلام میگن که میفرمایند که شما تقاضای جنگ از پروردگار نکنین. تقاضای جنگ از پروردگار نکنین و اگر جنگ اتفاق افتاد و شما در مقابل دشمن قرار گرفتی صبر کنید. نکته اول مهمه که رسول الله علیه السلام میفرمایند شما تقاضای جنگ نکنید از الله. چرا؟ چون دین اسلام اساسش و اصولش بر صلحه. از نام اسلام هویداست که دین اسلام دین صلحه و ما سیرت رسول الله علیه السلام را داریم که پیامبر علیه السلام همیشه کوشش میکردن که از راه صلح توحید پروردگار متعال و دین اسلام را از راه صلح پیش ببرن و از راه صلح آن را تبلیغ بکنن. این از معنای کلی اسلام. آنچه که اگر میشه باز هم به واژه خشونت هم یک اشاره خیلی مختصر داشته باشین. خشونت چنانچه کلمه واضحه، کلمه فارسیه، به هر حال یعنی فارس ها میفهمند. منظور من این است که فارس ها این کلمه را کاملا میفهمند. در فارسی کاربرد داره. بله کاربرد داره که خشونت به معنای این که انسان به هر حال فشار بیاره بر سر یک کس یا ظلم بر کسی بکنه یا به هر حال تعدی و تجاوز بکنه بر نفر، به این میگن خشونت. یعنی درشت زمخت و همان درشتی و همان ظلم و جنایت بر دیگران کردن، این میگن به معنای خشونت که کلمه. خب جناب استاد شما گفتیم که اسلام یکی از معانی اسلام سلامتی و یکی از معانی دیگرش صلح هست. بله. اما جانب مقابل مخالفین، خواه غیر مسلمانان باشن، خواه ملحدین باشن و خواه هم مسلمانایی که آگاهی و درکشان از اسلام محدود است، مراجعه میکنن میگن قرآن، مثلا در قرآن در سوره توبه آیه 123 میگن میخوانیم الله تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
واعلموا ان الله مع المتقین. بله. خب میگن اینجا شما میگین که اسلام دین صلح و صفاست، اما در اینجا الله دستور میده که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا، باز اینجا کلمه غلظه که میشه درشتی و خشونت تعبیر کرد. خب این چی؟ از یک طرف میگیم اسلام دین صلح است، دین سلامتی است، دینی است که آرامش و امنیت برای همه جهانیان به ارمغان آورده و از سوی دیگر دستور میده در قرآن که کتاب الله جل جلاله که منبع اصلی تشریع اسلامی را تشکیل میده، مسلمان‌ها رو دعوت میکنه که بجنگید، بکشید. بله جناب استاد، اولا شما گروه هایی که اشاره کردین ما میخواهیم که جواب هر کدام نظر به منطق خودش بدین. بله. اگر فرد مسلمانه، خب آیات قرآن کریم برایش کافیه و کفایت میکنه. آیات قرآن کریم کفایت میکنه. مثلا این آیه قرآن را اگر ما خواسته باشیم ترجمه و تفسیر بکنین، بله. غیر از اون معنایی هست که حالا شما بیان کردید، غیر از اون معنایی که شما بیان کردین. البته وقت من میگم من نقل قول میکنم. بله منظور من هم چون به هر حال شما سخنگوی بیننده ها هستید، به همین واسطه میگم غیر از اون چیزی که شما ترجمه کردید و تفسیر کردید. مثلا آیه مبارکه بخوانید یک بار. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ای کسانی که ایمان آوردید شما بجنگید، نمیگه بکشید. اینجا در میان جنگ و در میان کشتار فرق میکنه. در این آیه گفته قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. شما بجنگید همراه کسانی که از کفاری که به شما نزدیکند. یعنی قبل از اینکه شما به شام حمله بکنید با این مشرکینی که در مکه و در مدینه هستن، اول با اینها بجنگید، با کسایی که با شما در جنگن، با کسایی که با شما در جنگن و سر راه دعوت قرار گرفتن و سر راه دعوت رو میگیرن، نمیگذارن که اسلام گسترش بکنه. یا این که با شما میجنگند، با شما میجنگند. بعد آیه خب بعد آیه ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. اونها در وجود شما غلظت بیابند. در جنگ نخود کشمش بخش نمیکنه. جنگ غلظت به کار داره و الا اگر غلظت به کار نباشه انسان سستی بکنه، طرف مقابل آدم را از بین میبره، انسان را از بین میبره. نیازه که با کسی که در مقابل شما قرار میگیره غلظت بکنی و الا ای که اگر به هر حال او با صلاح در مقابل شما استاد میشه، شما بگین والله نمیشه، خب حالا باید صلح کرد، با این نفر آرامش کرد، او بالا کرده در حال زدنه، شما رو میزنه. آیا این عاقلانه هست که شما به خاطر از خود دفاع نکنین، خلاص یک گوشه بنشینین که والله من نمیخوام غلظت بکنم، خشونت بکنم و به هر حال اصلا چیزی هم نگین برایش و کاملا از خود هیچ نوع عکس العمل نشان ندین؟ بله رسول الله علیه السلام در مقابل دشمن غلظت داشتن، اما دشمنی که در مقابل رسول الله علیه السلام ایستاد شده، دشمنی هم که در مقابل مسلمان قرار بگیره همین گونیه، رفتارش همین گونیه. باید انسان همین گونه با او رفتار بکنه که او رفتار میکنه. پس فرق است بین قاتلو و اقتلو. بله کاملا. اگر اقتلو بگوییم یعنی بکشید. اما وقتی قاتلو گفتیم بجنگید. بله قاتلو یعنی که شما یعنی نمیشه که قاتلو را بیاییم ما بکشید ترجمه کنیم. بعضی ها چون مشکل عربی دارن، من میخوام یک جوکی هم در اینجا بگم که بیننده ها به هر حال خسته نشن. یک نفری به هر حال آماده بود در یک از کشورهای عربی، بعد رفته بود پس دوباره به کشور خود بازگشته بود. از او پرسان کردن، گفتن چی دیدی اونجا؟ گفت چیزهای عجیب و غریب. گفتن یعنی چی چیزهای عجیب و غریب؟ گفت نان میخورن قرآن میخوانن، راه میرن قرآن میخوانن، خب در حالت سخن گفتن قرآن میخوانن، در حالت جنگ کردن هم قرآن میخوانن. این بیچاره فکر کرده بود که هر چی که کلام عربی باشه این قرآنه. پس فهم عربی و فهم هر زبانی، هر زبانی، زبانهایی که یعنی واقعا قابل اعتماده و زبانهایی که واقعا قابل ارزشه، دارای قواعد و اصوله. بله زبانهای زنده هدف. البته هر زبان ارزش داره. بله منظور من این هست که اینها دارای قواعد و اصول و ضوابطه، تدوین شده هستن، یعنی زبان که نوشتاری هستن. زبان عربی هم قرآن کریم با زبان عربی فرستاده شده و انسانی که میخواد از قرآن استدلال بکنه باید میان اقتلو و قاتلو یک تفاوتی حداقل داشته باشه، بکنه این تفاوت. میگن از ماده قتل گرفته شده، قتل کشتن و بالاخره قاتلو هم بکشی. این باز شبیه همون نفر شد که 3 نفر اینها با هم دیگر
حالا 2 نفر یا 3 نفر با همدیگر اختلاف کرده بودن، 3 نفر با همدیگر رفیق بودن، یکی گفت چی میخوری؟ گفت عنب. به یکی دیگه گفتن چی میخوری؟ گفت انگور. با یکی دیگه پرسان کردن چی میخوری؟ با زبان خود همان چیز گفت. بعد اینها با هم جنگ افتادن که بله تو گفت چرا موافق با منی، ای گفت چرا موافق با منی. نفر 4می آمد گفت که شما چرا با هم دیگر میجنگین؟ گفت که این میگه من عنب میخورم، این گفت من انگور میخورم. گفت خب هر 3 نفر شما یک چیز میگین، فقط زبان ها با هم دیگر متفاوته و فرق میکنه. جناب استاد وقتی که انسان خواسته باش اگر هر چیزی از ماده قتل بود خلاص ما بگین که یعنی بکشین، خب نیه چون این چیزی. اینها با همدیگر فرق میکنه، کلمات با همدیگر متفاوته، هر کدام از اینها از خود یک اشتقاق خاصی داره. قاتلو از قتله گرفته نشده که ما بگین که بکشید. بله، از قتال گرفته شده به معنی جنگیدن با همدیگر متفاوته. خب استاد از یک جانب باز گفته میشه که لا اکراه فی الدین، یعنی کسی را مجبور نکنین که به دین شما چی کنه، بپیونده، به دین شما ملحق شوه، دین شما را بپذیره. اما باز میبینیم که در آیه 29 سوره توبه الله تعالی میفرماید قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. اما قبل از این جناب استاد یک قسمت دیگر از پاسخ باقی ماند. بله، این جواب بود برای مسلمان ها. بله. اما جواب برای غیر مسلمان ها، برای افرادی که ملحدن، برای افرادی که به هر حال اینها اصلا به قرآن و به اینها ایمان ندارند. بله. این خب جواب بود برای مسلمان ها. بله واقعا طرف مقابل اصلا میگه من به قرآن تو به حدیث تو مثلا باور ندارم، اعتقاد ندارم. تو چرا از قرآن و حدیث برای من دلیل میاره؟ بسیار خوب. ما میخوایم با او صحبت بکنین از این جهت که اولا ما به عنوان یک مسلمانیم، ثانیاً تو بر من انتقاد کردی، بر فکر من انتقاد کردی. من ملزم هستم که تو را ملزم کنم به فکر خود، با آن فکری که تو بر او انتقاد میکنی و او فکر من قرآنه. بله. من از قرآن برای تو جواب میدم و تو هم مسلمانی. حالا که مسلمان نباشه ما بحث ملحدی نداریم. غیر مسلمان. بحث ملحدی نداریم. بله. وقتی که او میه به عنوان یک مسلمان بر من اعتراض میکنه، به فکر من اعتراض میکنه، من او رو ملزم میکنم که همچنان که تو مرا به فکر من ملزم میکنی، تو رو ملزم میکنم که فکر من بفهمی. فکر من بفهمی. آنگونه‌ای که تو تفسیر میکنی این گونه نیست. آنگونه‌ای که تو از دل خود بیرون انداختی کلمه ای را فکر میکنی که همین است، این آن چیزی نیست که تو فکر میکنی. بله، قرار نیست که هر چی که به هر حال در هر جایی که قاف و تا و لام آمد به معنای کشتن باشه یالا بکشید. و به همین ترتیب کل مسائل دیگری که مطرح میشه ما میتونین اونها را ملزم بکنین و باید ملزم بکنین، چون اونها اعتراض میکنن بر ما به چی؟ به قرآن ما، به دین ما، و ما ملزم میکنین اونها را که بیان قرآن درست بفهمن و به اونها قرآن درست میفهمانین که این گونه‌ای که شما برداشت میکنید این گونه نیست. بله. اما در مورد آیه‌ای که آیه 29 سوره توبه، اجازه بدین میریم یک میان برنامه را میبینیم و بعد از میان برنامه ان شاء الله دوباره برمیگردیم. بسیار خوب. بیننده‌های عزیز و گرامی با هم یک میان برنامه کوتاه را مشاهده میکنیم و بعد از آن ان شاء الله موضوع برنامه را دنبال خواهیم کرد. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است.
شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است. بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن. بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه بازسازی اندیشه. موضوع برنامه آیا اسلام دین و خشونت است؟ جناب استاد فاتح، قبل از میان برنامه من آیت را تلاوت کردم، آیه 29 سوره توبه را، که باز هم میگن که دین اسلام دست مسلمان ها را باز گذاشته و همیشه به جنگ تشویق کرده و حتی جنگ کردن بر از اینا لازم دیده. الله تعالی می فرماید قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب. خب ما از یک طرف ادعا میکنیم که لا اکراه فی الدین، خب اکراه نیست در دین، چرا ما مجبور کنیم که طرف مقابل به دین ما بگرایه؟ جناب استاد، بحث این نیست که اینها بیان به دین ما بگروند، اینها بیان به دین ما داخل بشن. بس اینجاست که الله متعال سبحانه و تعالی اولا الله متعال سبحانه و تعالی دین مقدس اسلام را به عنوان دین کامل، دین واضح و دین شفاف فرستاده و الله میخواهد که دین اسلام را به عنوان دین کامل و اندیشه کامل و اندیشه سالم او را در جهان الله متعال گسترش بده توسط رسول خود صلی الله علیه و سلم و بندگان نیک خود. بحث قتال زمان مطرح میشه که
زمان مطرح میشه که این مشرکین و این اهل کتاب بیاین جلو مسلمان ها رو بگیرن و اجازه ندن که فکر اسلامی در جهان گسترش بیابه. این فقط اینجا نه، البته جاهای دیگری هم داره. مثلا از جاهای دیگه ای که دفاع از مظلومین، اولین بار که جهاد به عنوان یک فرض در میان مسلمان ها مشروع شد، یعنی قتال منظور من هست، وقتی مشروع شد زمانی بود که بر مسلمان ها ظلم روا داشته شد. 13 سال کامل مسلمان ها در مکه ظلم دیدن و مسلمان های باز هم در مکه، حتی در زمانی که جهاد فرض شد، در میان مسلمان ها افرادی بودند که در مکه اذیت می شدن، آزار می دیدن، بندی در زندان ها سپری می کردن و دین مقدس اسلام به خاطر دفاع از مظلومین و برای این که اونها جلو گسترش دین را گرفتن، نمیگذاشتن که دین اسلام گسترش بیابه، نمیگذاشتن که دین اسلام جهانی بشه، اسلام آمد جهاد را به عنوان یک راه حل اخیر بعد از گفتگوها، بعد از منطق، بعد از این که با اونها صحبت بشه، با اونها گفتگو بشه، دیگر راهها که کلا بسته شد، قتال را اسلام آمد به عنوان یک راه حل اخیر که دیگر راهی وجود نداشت، به عنوان یک فرض در میان مسلمان ها به وجود آورد. این یک موضوع دیگر در مورد قتال در اینجا نیامده، در این آیه قرآن کریم و در هیچ جای دیگه نیامده که شما اینها را مجبور بکنین که ایمان بیارن. گفته و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. شما جنگ کنید همراه کسانی که به الله و پیامبرش ایمان ندارن. نمیگه که اینها بیان حتما باید ایمان بیارن که این منافات با لا اکراه فی الدین داشته باشه. بله، لا اکراه فی الدین به جای خود هست، باقیه. رسول الله علیه السلام هم هیچگاهی نگفتن که یا مثلا آیات قرآن کریم آمده باشه گفته باشه که حتما باید شما ایمان بیارین، اگر ایمان نیارین شما را میکشم. بس اینجا نیست. اگر ایمان نیاورد باید بیه تحت حکومت اسلامی. چرا که حکومتیه که الهیه، حکومتی الهی و الله سبحانه و تعالی این حکومت را برای سعادت و خوشبختی انسان ها آورده. چون فکر سالم، ما در مورد خصوصیات و ویژگی های این دین و این فکر صحبت کردیم. الله متعال سبحانه و تعالی میخواه که بندگانش به این فکر سرخم کنن، چرا سرخم کنن؟ چون تنها فکریه که میتونه اونها نجات بده، چون تنها دواییه که میتونه از امراض گوناگون آنها نجات بده. پس وقتی که یک دکتر، یک طبیب میاد یک دوایی برای مریض مشخص میکنه که از این دوا استفاده بکن، از این دوا استفاده نکن، دشمن او نیست، به نفع او میگه. وقتی میگه از این دوا استفاده نکن یعنی نکن، این دوا برای تو ضرر داره، معده تو رو از بین میبره، وضع و حال جسمی تو رو خراب میکنه. الله سبحانه و تعالی بهترین طبیبه و نسخه شفا و نسخه‌ای که در واقع میتونه این امراض گوناگون را از بین ببره الله متعال فرستاده و قانون را فرستاده. پس میگه از این دیگرها شما استفاده نکنید. باز هم با وجود این الله سبحانه و تعالی بندگان را مخیر کرده برای که بپذیرن یا نپذیرند. ولی اگر در مقابل دین خدا استاد شدن، مسلمان ها، کسایی که داعیان این فکر بودن و کسایی که این نسخه را برای دیگران میرساندن، اونها را اذیت کردن، آزار رساندن و باعث بری شد که به هر حال اونها را به مشکل بیاندازن و نتوانند صد راه دعوت بشن، باز در او زمان بعد از گفتگوها، بعد از تمام راهها، موضوع جهاد یا موضوع این مطرح میشه که این افراد را از جلو راه خود بردارند، از جلو راه خود به زور هم که شده بردارن تا اینکه این نسخه را برای دیگران برسانند، چون اینها باعث بری میشن که اون افرادی که مریضن این نسخه به اونها نرسه. اینا سد راه و مانع راه رسیدن دوا یا دارو به بیماران میشه. بله، کاملا درسته. پس بناهن با این وجود اینها وقتی سد راه این نسخه را میگیرن و نمیگذارن که این دوا برای دیگران برسه، در واقع ظلم برای دیگران روا میدارن. اون افراد دیگر میخوان بمیرن، مریضن از بین میخوان برن. این افراد آمده جلو این فرد آمده جلو این، خب این فرد با این جنگیده میشه تا افراد دیگر نجات بیابند، تا افراد دیگر این دوا به اونها برسه. و به همین ترتیب دین مقدس اسلام
نمیگه که شما حتما بیارین ایمان بیارین. الله سبحانه و تعالی میگه فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کس میخواد ایمان بیاره، هر کس میخواد کافر بشه. بعد از اینکه حتی در همین آیه لا اکراه فی الدین الله سبحانه و تعالی میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الله متعال سبحانه و تعالی رشد یعنی هدایت و غی و گمراهی را از هم آشکار کرده، واضح کرده. اکراهی در دین میخوای این را بپذیر، میخوای این را بپذیر، ولی صد راه دعوت نشو. پس شما میخوایم بگین که اسلام وقت قتال، وقت جنگ اجازه داد، وقت جنگ مشروع کرد شریعت که کسای آمدن، ظالمین و ستمکارای آمدن صد راه دعوت اسلامی واقع شدن. کاملا درست. اسلام برای اونها را ملزم نساخت که شما حتما باید ایمان بیارید و اگر ایمان نیاوردید باید سر شما بریده شود، باید از بین برده شود. نه، شما وقتی اگر میخواید اسلام بپذیرید وگرنه در همان دین خود باقی بمانید، اما صد راه دعوت اسلامی واقع نشین. بله، ما بهترین مثال ها جناب استاد برای تایید این حرف داریم از سیرت رسول الله علیه السلام. آیات قرآن خب به وفور پیدا میشه. چند آیه را به خدمت شما تلاوت کردم. سیرت رسول الله علیه السلام در زمانی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به پیامبری فرستاده شدند و حتی در زمانی که پیامبر علیه السلام در مدینه منوره تشریف آوردند، ما میبینیم که در اونجا یهودی ها بودند، بله، مشرکین بودند. رسول الله علیه السلام هیچ وقت اونها رو ملزم نکردن شما ایمان بیارین. یا در فتح بیت المقدس یا بیت المقدس وقتی ما میبینیم که در اونجا حتی مسلمان ها از کلیساهای نصرانی ها دفاع کردند، اجازه نمیدادن کلیسا خراب بشه، حق عبادت رو به او میدن. بله، بره در کلیسای خود عبادت بکنه، به دین خود باشه و دین اسلام از او دفاع میکنه. حتی رسول الله علیه السلام ما در احادیث داریم که انسانی که بر یک ذمی، بر یک شخصی که در تحت حکومت اسلامی هست و زندگی میکنه، یک اهل کتاب یا حتی غیر از اهل کتاب هم که در این مورد خب به هر حال هستند افرادی که به هر حال معتقدند که غیر اهل کتاب هم هست که داخل میشن در ذمی ها، خب خیانت به یک ذمی مثل اینه که خیانت به الله و پیامبر محسوب میشه. کشتن یک ذمی مثل بزرگترین گناهی که رسول الله علیه السلام در موردش اشاره میکنند که خیانت به ذمی خیانت به الله و پیامبره، خیانت به الله و رسولش هست. ذمی کیه؟ اهل کتابه، غیر از کسی که مسلمان باشه، ولی صد راه دعوت نشده، در کنار مسلمان ها زندگی میکنه، به دین مسلمان ها کار نداره، به این معنا که به هر حال صدمه بر مسلمان ها وارد نمیکنه و بر فکر اسلامی هم صدمه وارد نمیکنه و کاری هم نداره که جلو راه دعوت بگیره. اما این سوال هم پیش میاد که پس چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه را جلای وطن کرد، از مدینه اخراج کرد و افراد مثلا مثل کعب ابن اشرف یا غیرهم رو امثالهم رو ترور کرد؟ این خودش میگن دلالت میکنه که در اسلام ترور و خشونت و وحشت وجود داره. جناب استاد، این برمیگرده باز به تاریخ که این گروه ها و این افراد و این یهودی هایی که در مدینه منوره بودند، اینها خیانت ها کردند. عهدهایی که در میان رسول الله علیه السلام بود و در میان اینها بود، عهدها را شکستاندند. حتی با مشرکین همدست شدند بعضی از اینها و بعضی از اینها حتی قصد جان رسول الله علیه السلام کردند. یک گروهی از اینها در خندق با اون گروه های مشرکی که از دیگه جا آمده بودن همدست شدند که بعد از غزوه خندق بله، بعد از غزوه خندق رسول الله علیه السلام به او طرف رفتن، به طرف اونها رفتن، بنی قریظه. بعضی از اینها قصد ترور رسول الله علیه السلام کردند. بعضی از اینها به مسلمان ها خیانت کردند، مسلمان ها رو مسخره کردند، دین مسلمان ها رو مسخره کردند، تعدی و تجاوز کردند که سرانجام باعث بری شد که رسول الله علیه السلام با اونها این گونه برخوردی بکنند. قصد یعنی تا وقتی ترور رسول الله علیه السلام به شکل مسالمت آمیز در مدینه حیات به سر می بردند، اسلام از اونها دفاع میکرد. پیامبر صلی الله علیه و آله به شکل مسالمت آمیز با ایشان زندگی میکرد. حتی حکومت اسلامی جناب استاد، حتی حکومت اسلامی تا زمانی که اینها مردمی بودند که خیانت نکرده بودند، حکومت اسلامی از اینها دفاع میکرد. و ما گفتیم که رسول الله علیه السلام گفتن خیانت به این ذمی ها خیانت به الله و پیامبرش هست. اما مادامی که اینها دست به خیانت زدن و شروع کردن به ترور شخص پیامبر علیه السلام، ترور شخصیتی نه،
ترور فرد رسول الله، ترور جسم رسول الله علیه فیزیکی، السلام، فیزیکی رسول الله علیه السلام قصد کردن که ترور بکنن. اینجا بود که الله متعال سبحانه و تعالی پیامبرش را خبر داد که ای رسول الله متوجه باش که تو را میخوان در اینجا ترور بکنن. بعد از اینجا هر کدام از این گروه ها یا خیانت به مسلمان ها کردند یا خیانت به اسلام کردند، عهد را شکستاندند، قصد ترور رسول الله علیه السلام را کردند تا باعث بری شد که رسول الله علیه السلام با اونها این برخورد را بکنه. پس از فرموده ها و از گفته های شما آشکار گردید که اسلام آنچنانی که مخالفان، آنچنانی که غیر مسلمانان و آنچنانی که شماری از بیخبران ادعا می کنند که اسلام بر اساس و بر پایه جنگ و خونریزی و وحشت و بربریت بنا شده و جنگ اسلام یگانه راه برای گسترش دعوت اسلامی اختیار کرده، این گونه نیست. اما امروز جناب استاد باز هم میبینیم که وقت اتفاقی میفته در کشور، در نقطه از نقاط دنیا، سر و صدا از هر طرف بلند میشه و هم قسمی که شما اشاره کردین تصویری از یک مسلمان در اذهان مجسم میشه و این شخص به تروریست بودن متهم میشه. چرا باز هم با وجود این مسلمان ها متهم هستند که در عقب هر خشونت، در عقب هر کشتار و در عقب هر انفجار هستند؟ جناب استاد حقیقتا پشت این پرده در واقع رازهای نهفته هست که نیاز به این داره که مورد کنکاش قرار بگیره. اولا که رسانه ها در دست آنهاست و به هر گونه‌ای که خواسته باشند به نفع خود فایده میبرند. این یک. ثانیاً منظور آنها تروریست یا افرادی که به هر حال مورد خطاب آنهاست و اسلام را متهم به ترور میکنن، مسلمان ها را متهم به ترور میکنن، در واقع همان مسلمان هایی هستند، یعنی نمیگم به صورت کل، در بعضی از جاها، در بعضی از مناطق مسلمان هایی هستند که از دست اینها به خفقان افتادن، از دست اینها به حالت اضطرار در آمدن، از دست اینها از بس که ظلمی که بر اینها روا داشتن، از بس ظلمی که اینها بر اونها کردن. شما جناب استاد ببینین اگر تبلیغات نباشه و موضوع فکری، جناب استاد اشاره کردیم استاد، اگر خود تروریسته امی اتهامی که علیه مسلمان ها زده میشه و مسلمان ها دائم به نام تروریسم و به نام تندره و به نام متطرف و افراطی یاد میشن، اگر یک اشاره مختصری به این داشته باشین. حقیقتا در مورد ترور خب مشخص، ما ترور انواع مختلف داریم، ترور شخصیت، ترور فیزیکیه و ترور فکر. بله، ترور فکر اینها هر کدام از اینها از خود معانی مختلفی داره، اما به صورت کل تروریسم یا تروریست به کسی گفته میشه که مخرب باشه، به کسی گفته میشه که به قتل و کشتار دیگران ابایی نداشته باشه، به این میگن تروریست. بله. و امروز مسلمان ها گویا از طرف از اونها به عنوان خونخوار و به عنوان قاتل و به عنوان آدمکش معرفی میشه. کاملا درسته. در هر جایی که شما ببینین امروز مسلمان ها متهم به این حرفها هستند. به خاطر چیه جناب استاد؟ به خاطر اینه که گفتیم اولا رسانه ها در دست این هاست، به هر گونه‌ای که خواسته باشن بر علیه مسلمان ها تبلیغ میکنن، به هر گونه‌ای که خواسته باشن مسلمان ها رو متهم میکنن. و الا اگر ما تاریخ نه، فقط همین امروز را یک نظر دور پیش خود بکنید، ما حول خود یک نگاه بکنید. جناب استاد من از شما میپرسم، بفرمایید، تا به حال شما خبر دارید که در سوریه چند هزار نفر شهید شده، کشته شده؟ معلوم است بیش از 200,000. چرا کسی به اونها تروریست نمیگه؟ شما خبر دارین که امروز صهیونیستا، یهودی ها در اسرائیل و در فلسطین، اسرائیل غصبی دزدی که زمین های مسلمان ها دزدیدن و کشوری برای خود تشکیل دادن. بله. شما میدانید که چقدر مسلمان ها در اونجا روزانه کشته میشن، چقدر مسلمان ها به ناموس آنها تجاوز میشه، به مال آنها تجاوز میشه، مسلمان ها میکشن، به هر گونه ای که خواسته باشن مسلمان ها را از بین میبرن. میدانید چه اندازه کشته میشن، از بین میرن. معلوم است، چیزی که عیان است میگن چه حاجت به بیان است. کاملا واضحه. کاملا واضحه. امروز چرا تیارات هواپیماهای بمب افغان و جنگنده های غربی ها در عراق، در افغانستان، در سوریه و دیدیم که چند وقت قبل حتی در شمال افریقا در برخی از کشورها
مسلمان ها را در روز روشن و در ملأ عام و در چی بگم در برابر تمام رسانه ها بمباردمان میکنن و هیچ کس با اینها لقب تروریست یا صفت تروریسم یا آدمکش را اطلاق نمیکنه. چرا نمیکنه؟ علت اینه که جناب استاد کسایی که این نام را گرفتن و بر مسلمان ها امروز اطلاق میکنن از دو حال خالی نیستن، یا افراد معاندن یا افراد نافهمند. افراد نافهم منظورم اینه افرادی که نمیفهمند، متوجه موضوع نیستند که بحث چی هست، موضوع از کجا شروع شده، اینها هدف اینها از ترور یا تروریست چیست. و الا امروز اگر طیاره های بدون سرنشین آمریکا افغانستان و عراق و فلان کشور را حمله بکنه و بزنه، همه استقبال میکنن از او و میگن اینها تروریستا بودن. کدام تروریستا؟ تروریستاهای داخل گهواره، تروریستاهای داخل مسجد، تروریستاهای داخل خانه، یعنی زنها منظورم هستن، تروریستایی که حامل سلاح به نام قرآن هستند. کاملا درسته. در مصر، یا مصر را رها بکنید، در مصر نه، اونجا خب به هر حال حالا یک شبهه. در دیگه مثلا به عنوان مثال در آفریقای مرکزی شما اشاره کردین، در آفریقای مرکزی همین مسیحی ها مسلمان ها سر بریدن. من از بیننده های عزیز پرسان میکنم از کدام شبکه شما چون این چیزی رو دیدین؟ کدام این خبر را دیدید که یک بار بگن مسیحی هایی که در آفریقای مرکزی هستن اینها تروریستن؟ مسلمان ها آتش زدن جناب استاد. به خدا قسم انسان دلش درد میگیره وقتی این ویدیوها را میبینه. چرا اینها را پخش نمیکنن؟ چرا نمیگن که مسیحی ها تروریستن؟ چرا نمیگن بودایی هایی که مسلمان ها آتش زدن؟ نه یک نفر در میانمار، نه یک نفر، نه 2 نفر، هزاران نفر از مسلمان ها آتش زدن. در فرانسه مساجد مسلمان ها خراب میکنن، مساجد بر سر مسلمان ها میریزانند. در بقیه کشورها همین گونه. چرا به اینها کسی نمیگه تروریست؟ آیا اینها تروریست نیستند؟ جناب استاد در جنگ جهانی اول چند هزار نفر کشته شد؟ چند میلیون نفر. کدام مسلمان، کدام کشور اسلامی، کدام مسلمان اداره میکرد جنگ جهانی اولش؟ آیا مسلمانی در اونجا بود؟ نه خیر. در جنگ جهانی دوم مسلمانی بود؟ از اونا بگذاریم استاد. دم آونه اخیر ما مثلا ارتش جمهوری خواه ایرلند داریم، جدای طلبای منطقه باسک اسپانیاست. به اینها هیچ کسی تروریست نمیگن تروریست، چون اینها تروریست، این لفظ تروریست را جناب استاد اینها گرفتن و این را بزرگ کردن. درسته کلمه بدیه، ما هم دوست نداریم کسی تروریست باشه، ولی تروریست واقعی کیست؟ بحث اینجاست. تروریست واقعی کیست؟ کیه تروریست؟ تروریست مسلمان ها هستند یا تروریست غیر مسلمان ها هستند؟ امروز تروریست های بزرگ، تروریست های وحشی، آنها دیگران را متهم میکنن که اینها تروریستند. چرا؟ من را میخواد خفه بکنه، بیخ گولیم را گرفته، برای میگه نفس نکش، که اگر نفس کشیدی دست و پا زدی تو تروریستی. ولی خودش که گوله مرا محکم گرفته، کشورهای اسلامی را استعمار کردن، کشورهای اسلامی را به خاک و خون کشیدن، میگه نه، تروریست اینها یا نباید اینها در مقابل ما ایستاد بشن. ما قدرت اول هستیم، ما قدرت جهانی هستیم، باید دموکراسی در جهان تطبیق بشه. همون دموکراسی که مردم را به تباهی کشانده، بر اساس همون دموکراسی میخوان مسلمان ها زیر بار خود ببرند. بعد از آن که مسلمان ها زیر بار خود بردن، هیچ کس هم حق نداره که نه زبانن و نه فیزیکی در مقابل آنها ایستاد بشه. اگر گفت که اینها تروریستن، خودش میشه تروریست. اگر در مقابل اینها ایستاد شد، میشه تروریست. اگر در مقابل اینها کلمه‌ای گفت، میشه پشتیبان تروریست یا کسی که از تروریست دفاع میکنه. جناب استاد، من نه یک بار نه 2 بار، چندین بار بعضی از فجایع و بعضی از ظلمها و استبدادهایی که کشورهای غربی بر علیه مسلمان ها روا می‌دارند یا مسیحی ها بر علیه مسلمان ها روا می‌دارند در فضای اینترنت پخش کردم. شما میدانید بعضی ها آمدن برای من چی گفتن؟ گفتن تو حامی تروریست ها هستی. کدام تروریست؟ همین تروریستی که سر بریده میشه این تروریسته، اما اون تروریست واقعی که این را سر میبره چشم این را کور کرده.
نمیگن برایش که این تروریسته، این نفر که داره سر میبره، آتش میزنه، تیل میزنه بالای مسلمان و مسلمان را آتش میزنه. برای از این نمیگن تروریست. برای کی میگن تروریست؟ تروریست اونه که سوختانده میشه. تروریست اونه که میخواد از این برادر مسلمانش دفاع بکنه. چرا میگن تو آمریکا را بد میگی؟ چرا تو فلان کشور غربی را بد میگی؟ تو مدافع تروریست ها هستی. یعنی چگونه منطقی هست جناب استاد؟ من این موضوع را به این واسطه گفتم که این حرفها برای بعضی ها دفاع از تروریست هست، دفاع از تروریسم هست. یعنی وقتی این حرف مطرح کردین گفتین آمریکا جنایت میکنه، فرانسه جنایت میکنه، روسیه جنایت میکنه، فلان کشور غربی دیگه و شرقی دیگه جنایت میکنه، میگن که چرا این حرفها را میزنه؟ تو اختلاف میاندازی میان کشورهای غربی و میان ما چی مشکلی داریم با اینها؟ مرا خود نکشته. دوستی را مختل میکنین. بله کاملا درسته. خب استاد اگر اجازه بتین ما فقط یادآور میشیم که کارگردان عزیز ما احمد جان اگر تلفن های برنامه را زیرنویس کنن و بیننده های عزیز و گرامی، شما عزیزان می توانید البته در چارچوب موضوع برنامه نظریات و انتقادات و آرا و افکاری که در ذهنتان هست یا پرسش هایی که در ذهنتان تداعی و خطور میکنه را خیلی آزادانه در این برنامه مطرح کنین. با هم یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و پس از میان برنامه دوباره خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. رهبر ما، سرور ما، آن رسول الله ما، سید و سالار امت، آن حبیب الله ما. 100 هزاران باد سلام بر گوهر والای ما، شمس دینی نازنینی عشق ما مولای ما. آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو، عقلها مبهوت تو، مجنون تو، حیران تو. انبیا یک سر بشیر صبح میلاد تو ان، آسمانی ها همه مرهون ارشاد تو ان. وارث موسی و عیسی، وارث نوح و خلیل، هم امامی انبیا را از خداوند جلیل. تو به جای سیم و زر احسان و عدل اندوختی، تو نگاه مرحمت حتی به دشمن دوختی. تو برای خلق همچون شمع سوزان سوختی، تو به جای اضرب اقرأ بر بشر آموختی. می درخشد تا قیامت نور بی پایان تو، می درخشد علم القرآن به الرحمن تو. با اهانت بر تو امت شد چو دریا موج زن، در خروش آمد بسی پیر و جوان و مرد و زن. گر جسارت کرد و بر تو ابلهی حیف از جواب، گر جسارت کرد و بر تو ابلهی حیف از جواب. تو به وسعت فوق اقیانوس و خورشید و سحاب. ای یهود و ای نصارا، ای جهان مشرکین، ای یهود و ای نصارا، ای جهان مشرکین. گوش دارید از دل و جان این شعار مسلمین. مرگ بادا بر شما ذلت بیاید تا ابد،
قلب ما از عشق پیغمبر محمد می تپد. حد که حرمش ساحتش را کفر بر قرآن ماست. عشق طه ای نصارا مظهر ایمان ماست. لعن انجیل و زبور و لعن قرآن خدا، لعن انجیل و زبور و لعن قرآن خدا، لعن هر انسان و جن و هر فرشته بر شما. جان ما بادا فدای روح پاک آن رسول، جان ما را بار الها در رهش گردان قبول. ربنا صل على احمد نبی المصطفى، ربنا صل على احمد نبی المصطفى. بر امام المتقین محبوب حق خیر الورا، با پیام صلح و دوستی پا گذاشت اندر جهان. رسم آزادی و عزت را نموده چون عیان. کیست تا مثلش چو بوبکر و عمر جان پرورد، کیست تا مثلش چو بوبکر و عمر جان پرورد. کیست تا عثمان و مردی همچو حیدر پرورد. هر که خواهد روح پیغمبر بگردد شادمان، تابع سنت بگردد کاملا با قلب و جان. سنت و قرآن او دو مشعل تابان ماست، دو سپهر معرفت دو کفه میزان ماست. کل دین ما همانا سنت و قرآن ماست، پیروی زین دو امانت عزت و ایمان ما. خب بیننده های عزیز و گرامی، بار دیگر خدمت شما عرض سلام و ادب مجدد دارم با برنامه بازسازی اندیشه و موضوع برنامه آیا اسلام دین خشونت است. خدمت شما هستیم و منتظر تماس های شما عزیزان و مشارکتتان در این برنامه هستیم. جناب استاد فاتح عزیز، قبل از میان برنامه باز هم داشتیم در ارتباط به ای که دائم هر واقعه و هر حادثه خونباره که در جهان، در هر نقطه جهان که رخ میده، انگشت اتهام به سوی مسلمان ها اشاره میکنه که اینها هستن تروریست ها، اینها هستن آدم کشا. در حقیقت امر هم میبینیم که برخی از مسلمان ها در بیرون از کشورشان چه که در داخل کشورهایشان دست به انفجار و انتحار و کشتار میزنند و هر دو گروه مسلمان با هم می جنگند، یک دیگر حتی
قتل عام میکنن. موقف اسلام در ارتباط چیست؟ ایره چی میتونن تعبیر کنن ایره؟ جناب استاد، ما وقتی اسلام میگیم جدا از مسلمانه. اسلام یک اندیشه و یک فکر، مسلمان یک شخصه، یک فرده. پس اگر ما خواسته باشیم کار مسلمان را به اندیشه‌ای که به نام اسلام هست ارتباط بدین، واقعا بی انصافی کردیم و حق مطلب را ادا نکردیم. ما در اسلام عزیز داریم که قتل و کشتار بیگناهان، تاکید میکنم بیگناهان، تا اون افرادی که ظلم میکنن، تا افرادی که مسلمان ها را میکشن از تحتش بیرون بشن. وقتی ما در مقام دفاع قرار میگیریم و حالت جداگانه هست. بحث من قتل بیگناهان است، به خصوص قتل مسلمان. بله. حتی قتل غیر مسلمان هم جرمه در صورتی که به ما کاری نداشته باشه. بله. از جمله ذمی باشه، از جمله کفار معاهد باشه. اینها اشکال نداره که ما نباید به اونها برخورد بد بکنیم. اما کشتن مسلمان به عنوان مثال، شما گفتین در میان کشورهای خود، حتی دین اسلام در مورد قتل و در مورد کشتار بیگناهان یا مؤمنین، الله متعال در قرآن کریم میگه در سوره مبارکه نساء آیت 93 میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. هر کسی که مسلمانی را از روی قصد میکشه و از بین میبره، الله متعال میگه که فجزاؤه جهنم خالدا فیها، او را الله متعال در مدت طولانی در آتش جهنم نگه میداره. جزایش مدت طولانی در آتش جهنم هست. یا این که اگر کسی این قتل را حلال بگه، خالدا فیها، در دوزخ جاویدان میمانه. بعد الله متعال میگه فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه، الله بر او غضب میکنه، الله بر او خشم میکنه. و لعنه، الله او لعنت میکنه، مورد لعنت الله قرار میگیره. و اعد له عذابا عظیما، الله متعال بر او عذاب سخت و عذاب بزرگی را آماده دیده و الله متعال عذاب بزرگی را برایش میده. این حکم کسیه که مسلمانی را بدون هیچ گناهی میکشه، از بین میبره. این دیدگاه اسلام. یا به صورت عام در جای دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. الله میگه کسی که کسی را میکشه بدون هیچ گناهی نداره، گویا این که کل عالم را کشته، گویا این که کل عالم را کشته، کل انسان ها و کل بشریت را کشته. و کسی که یک انسانی را زنده نگه میداره، وسیله میشه برای زنده نگه داشتن این فرد، گویا این که کل افراد و کل جوامع بشری زنده نگه داشته. اگر استاد اجازه بدین من یک تماس میگیرم، بعد فکر کنم تماسم قطع شد. خب تا ای که تماس ها برقرار شد دوباره باز برمیگردیم. خوب استاد، پس شما میخوایم بگین که هر قتل و هر جنایتی را که هر فرد یا گروهی که مسلمان هم هست انجام میده، او جوابگوی عمل خودش است، او نماینده و ممثل اسلام نیست. کاملا درست. از طرف مسلمان، از طرف شرع کارش محکوم است و کارش نکوهش شده است و هیچ ربط به اسلام نداره. درست است؟ کاملا درسته. خب من تماس میگیرم استاد به اجازهتون که چون دوباره. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. استاد وصال حق. بله وصال حق، بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من الیاس از تاجیکستان. بفرمایید برادر گرامی. من با استاد کی صحبت کنم؟ برادر گرامی استاد صدایتان هم میشنون. فقط ما شرط ما این بود در ابتدای برنامه که مشارکتتان در چارچوب برنامه باشه، در چارچوب البته موضوع برنامه. خارج از موضوع برنامه اگر صحبت باشه باز ما معذرت میخوایم از شما.
نه من در باره اسلام بفرمایید. من توضیح بدم. بفرمایید. در باره اسلام سنت نیست. حضرت چه که امروز ما در دنیا می‌بینیم همون سنگ اتهام در باره در مسلمان‌ها فقط میزنن. لیکن متاسفانه در اصل ما میدونیم که خیلی نیست. البته علم که وقتی ما بسیار میشنیم بعد یارو برادر که بعد مسلمان های خودمان تقسیم میکنه که مسلمان ها من امروز تروریست و فلان نمیدونم. لیکن در اصل من سوال میکنم که همون سلاح هایی که میگم در دست همون مدنیت کی نباشه آدم استحصال کی باشه برای چه امریکا چه روسیه خوب ندارم برای استحصال کردن یک سلاح نو که مثلا زیادتر آدم کشد بهتر آدم کشد شبروز خوب ندارم تمامی وسایل آدم کشد کی اختراع کرد یک بار اندیشه نمیکنن حتی برادرای مسلمانی ما فکر نمیکنن که کی استحصال کرد همین سلاح و یک بار فکر نمیکنن که شبروز آدم مسیحیت در اصل واقع آدم مسیحیت شبروز در فکر استحصال سلاح نوترین آدم چی ولی که اسلام خیلی نیست خدا به کدام سلاح دست یک آدم کش مثلا استحصالی مثلا یک عربستان باشه یا تاجیکستان باشه یا دیگر مملکت باشه شبروز آنها البته که آدم مسیحیت مورد تروریستی اساسی همون هستند در اصل با هجوم میکنن در یک مملکت اسلامی خلق اونجا مسلمان اونا تروریست نیست و وقتی یک برادر مسلمان یک برادر از دینش دفاع میکنه اما مملکتش دفاع میکنه در دست سلاح میگیرد و تروریست. تشکر برادر گرامی. یک تشکر چون بیننده های دیگری هم پشت خط بفرمایید. یک دو کلمه دیگه اجازه باشه. این از وقتی که در اوکراین جنگ رفت است هزارها روسا اونجا میرن اونها با حتی مملکت روسیه هم که یک دبروال است یعنی که همین و یک بردار میده وقتی یک مسلمان میره یک مملکت دفاع میکنه از حق و حقوقش و حتما تروریست نامیده میشه. این چی تفاوت هست بین این آدمی که میره و جنگ میکنه یا یک این از این مملکت میره طرف دیگه طرف تشکر برادر گرامی. تشکر. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی خود معرفی بکنید. من شکرالله خود تماس میگیرم. بفرمایید برادر گرامی شکرالله خان خدمت شما هستیم. من استاد که برنامه تانش روزای بود. خب بیننده گرامی صدایتان هم قطع و وصل میشه. گفتیم که صحبت ها در چارچوب فقط موضوع برنامه باشه. خب معذرت میخوایم میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. من همیشه نماز اسلام دیر وقت میخونم. بیننده گرامی سوالای شرعیتان به برنامه پرسش و پاسخ که روزهای دوشنبه یعنی از ساعت 4:30 عصر به وقت مکه مکرمه پخش میشه به او برنامه مطرح بکنین. معذرت میخوام. بیننده بعدی السلام علیکم. سلام خوب هستی آقا سالی؟ لطف پروردگار بفرمایید بیننده گرامی از کجا صحبت میکنین خود معرفی کنین. خب قطع شد. بیننده بعدی السلام علیکم. سلام. بفرمایید بیننده گرامی خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین. خب استاد گرامی فکر کنم قطع شد. این تماس هم برمیگردیم به استودیو خدمت شما. داشتیم در ارتباط به ای که اعمال فردی یا گروهی را که برخی از مسلمان ها در برخی از نقاط جهان مرتکب میشن، قسمی که شما اشاره کردین هیچ ربطی به اسلام نداره و نماینده اسلام نیستن و اگر قرار باشه که اینها را ما به حیث یا به عنوان تروریسم معرفی بکنیم و بشناسیم پس باید تمام کشورهای غربی که مثلا در جنگ جهانی دوم که شما اشاره کردین جنگ جهانی اول در جنگ جهانی دوم تعداد قربانیان این جنگ میگن بیشتر از 60 میلیون بود. اینها باید همش
تروریسمی بودن و امروزه که زندگی میکنن اینها باید اولادها و نواده های تروریستان اصلی خطاب میشدن. ما به اجازه شما بازم یک تماس میگیرم. السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خالد بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. استاد محترم، باید در مورد برنامه‌تان بگویم که اینکه بعض مردم با خبر نیستن، به نام مسلمان هستن، درست از اسلام آگاهی ندارن، قرآن را نمیخوانن، عقیده خودشان را درست نمیدونن. وقتی که بعض مردم های غیر اسلام که میان در مورد تروریست و مسلمان ها صحبت میکنن، اونایی که به نام مسلمان هستن آگاهی ندارن، فکر نمیتونن که پاسخ دشمنان را بدن، پاسخ کسانی که غیر اسلام هستن پاسخ اونا را بدن. بله. چون اونا باید بعض کلام ها قتلو و قتل بکنه و شما بکشی، این چیزا که در قرآن شریف بعض موارد که هست اینا نمیدونن که در باره چی صحبت کرده، فقط همون موضوع رو میگیرن میارن در برنامه‌هایشان. اون غیر اسلام کسایی که غیر مسلمان هستن پخش میکنن. اون مسلمانایی که از اسلام حقیقی درست، از قرآن، از احادیث صحیح پیامبر با خبر نیستن، همون رو در مغزشون فرو میکنن. اونا میان چی میگن؟ میگن والا واقعا ببین در قرآن این چنین چیزایی گفته شده، در حالی که قرآن رو مطالعه نکرده، یک بار هم ندیده، تفسیرش را نخوانده، ترجمهش را نخوانده، عربی هم که نمیفهمه، که باز میای قاتلو را اختلو ترجمه میکنه. بله بله. به جنگی بکشید ترجمه میکنه. بله. چند روز پیش من دیدم در یکی از شبکه‌های خود افغانی ما یک شخص افغان که اصلا از اسلام هیچ آگاهی هم نداشت، فکر میکنم که مسلمان شناسنامه‌ای بود، در اون برنامه زنگ زده بود، میگفت که در قرآن شریف آمده به سرعت که به جرأت گفته که شما بکشید قتل بکنید، در حالی که معنای از اونجا بوده که کسانی که به شما حمله میکنن پیمان صلح میشکنن، شما با اونا حمله بکنید، با اونا درگیر شوید، نه با کسای بیگناه و مردم اینایی که الان به نام اسلام مثلا ختم میشه که میان بعضی جا ترور میکنن و میکشن. اینا اصلا نه در اسلام آمده، همه میدونن، اما کفار این یک دستاویز به خودش گرفته، فقط چیکار میکنه؟ مردم فریب میده که ای ببینید که تروریست از غیر مسلمانان میکشن، قتل میکنن غیر مسلمانان را، اینا در دینشان چنین چیزایی است، در حالی که در دین مقدس اسلام هیچ گونه ترور، فریب، دروغ، نیرنگ، هیچ چیز، هر چیزی که در قرآن در اسلام است اما صلح، صفا، صمیمیت، عبادت، یکتاپرستی در تمام قرآن شریف بره مطالعه بکنند. اون کسایی که نخواندن ببینن، اگر یک جای قرآن شریف دیده که کسی گفته بود مردم بیاره به زور مسلمان بسازی، بره به مردم غیر اسلام، به مردم بیگناه حمله بکنه، هیچ پیدا نمیشه، هیچ امکان نداره. اما متاسفانه که بعض مسلمان نماها به نام اسلام از اسلام هیچ چیزی هم نمیدونن، فقط به خاطر که خودشان خوش بسازن در همون خلاف شریعت که روان هستن، در همون فسق و فساد میان خودشان خوشحال میسازن به همین موضوع. اما دیگه گفتنی ها زیاد است. تشکر برادر گرامی خالد، تشکر. خوب استاد، برمیگردیم خدمت شما و صحبت‌هایتان ادامه بدیم. بله جناب استاد، ما گفتین که اینها نمایندگی از اسلام نمی کنن. هر کسی که خلاف اسلام کار انجام بده خودش باید جواب بده. بله. اما این که این موضوعات رو ما ربط بدین به اسلام، هیچ، واقعا این ربط اشتباهیه و ربطیه که بی انصافانیه. بله. من میخوام که به افرادی که از روی دشمنی و از روی عناد این کارها را میکنند میخوام یک توصیه کوتاه داشته باشم. بفرمایید. و آن اینه که شمایی که به علیه مسلمان ها اتهام میبندید و به علیه مسلمان ها شروع میکنید به بدگویی و بعضی از آیات قرآن را به هر حال به خورد مسلمان ها میدید و به دید مسلمان ها میدید، انصاف داشته باشید. دشمنی هم از خود یک طریقه ای داره. دشمنی مردانه کنید، دشمنی نامردانه مناسب نیست. اگر شما واقعا راست میگین دشمنین با قرآن، بفرمایین بیاین با کسایی که اسلام را میفهمند و قرآن میفهمند، مثل شما از عربی مشکل ندارند، مثل شما خط فارسی درست خوانده میتونن، شما نمیتونین اونها میتونن. حداقل بیاین با افرادی که از قرآن چیزی آگاهی دارند، بیاین اگر نمیفهمین شما رو بفهمانن، اگر نمیفهمین، اگر میفهمین، حداقل یک دشمنی بکنین که با انصافانه باشه، دشمنی بکنید که مردانه باشه.
یک گوشه از آیه قرآن را میگیرید اشتباه به خورد مردم میدید، یا یک گوشه ای را میگیرید اشتباه برای مردم ترجمه میکنید، یا یک گوشه ای را میگیرید و گوشه دیگر را ترک میکنید. قرآن کریم به عنوان یک کتاب کامل و به عنوان یک کتابی که در واقع در او هیچ تناقضی وجود نداره، این به این معنی نیست که ما این آیات را بیاین بگین باز فردا کسی دیگه بیه آیه بگه ضد این بگه. این مشکل در تضاد در پیش شماست. اگر شما واقعا میخواهید که با مسلمان ها و با اسلام و با قرآن و با پیامبر دشمنی کنید، دشمنی مردانه کنید که سربازان اسلام و سربازان قرآن درست بتونن جواب شما رو بدن و شما در واقع همان دشمنی شما سالم باشه و باعث هدایت شما بشه. ولی متاسفانه که جناب استاد ما با این افراد امروز برخورد میکنیم، این افرادی که شبهه میاندازن واقعا نامردند، یعنی واقعا مردانه دشمنی نمیکنن. یک گوشه ای را میگیره برای مردم نشان میده، گوشه دیگر را حذف میکنه برای مردم نمیگه. اون کاری که یک مسلمان میکنه جناب استاد هیچ ربطی به قرآن نداره، هیچ ربطی به اسلام نداره. مادامی که من مسلمان کاری را انجام بدم که موافق با قرآن باشه درسته، و الا اگر این که من به عنوان یک مسلمان کاری را انجام بدم که خلاف قرآن باشه، خلاف دستور پیامبر ما صلی الله علیه و سلم باشه، بر من رده. اون قرآن بر من رد میده، اون پیامبر بر من رد میده. اما استاد گرامی طرف مقابل، یعنی ما غیر مسلمان ها را میگیم، خب برایشان مهم عمل مسلمان است. وقتی عمل مسلمان میبینه این شخص مسلمان هست، خب میگه این کاری که میکنه، عملی که انجام میده، خواه عملش مثبت باشه خواه منفی باشه، این نمایندگی از اسلام میکنه. این کاری که میکنه این به این اسلام دستور داده، این طبق دستورات او نمیفهمه که آیا این اسلام گفته یا نه. وقتی میبینه مسلمان بیگناه را به قتل میرسانه میگه اسلام از دین وحشت، دین خشونت، دین قتل، چون طرف نمیفهمه. بسیار خوب جناب استاد، من هم میخوام همین موضوع باز بشه. این برمیگرده به جمود فکری و کجفهمی و انحراف این افراد، انحراف فکری این افراد، که هر کاری که هر کسی انجام داد به او فکر رو نسبت بدن. ما گفتیم اسلام این چیزها را نداره. درست کوتاهی های در میان افراد مسلمان ها هست که اون به خودشان برمیگرده. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، عیبی هست از مسلمانی ماست. خب این ما میگه، من طرف مقابل این نمیفهمم. فردی که با انصاف باشه همین حرف ما رو میزنه، فردی که بی انصاف باشه خلاف ایر میگه. فردی که انصاف داشته باشه جناب استاد، وقتی فعل یک مسلمان را ببینه میره به فکرش باز میگرده. همان جایی که این مسلمان ادعا میکنه که فکرم و اندیشه‌ام از اونجا برگرفته شده است، میره فکر اصول را میره مطالعه میکنه و میبینه که واقعا آیا این شخص مشکل داره یا فکرش مشکل داره یا اصول فکریش مشکل داره. اگر فرد بی انصاف باشه، فرد مشکلاتی که خودش داره آنها را نادیده بگیره، بچسبه به جان اسلام و دشمنی با اسلام داشته باشه، یعنی دشمنی با اسلام داشته باشه و نخواهه که هدایت بشه و به هر شکلش که شده حالا یک راهی پیدا کنه که مسلمان اسلام رو بکوبه، خب اون فرد خب بحثش جدای. ما و انسان‌های معاند نه با اونها حرفی داریم و نه میخوایم با اونها حرفی بزنیم، چون اونها نمیخوان بفهمن. و الا فردی که انصاف داشته باشه و خواسته باشه بفهمه، این روش درست نیست که از روش من مسلمان اسلام را بیایه بشناسه. اگرچه من مقصرم ولی تقصیر از من است، تقصیر از فکر من نیست، تقصیر از اصول فکری من نیست. این تفاوت را باید در میان این افراد باید این تفاوت را بگذارن که من مسلمانم، دینم اسلامه. بله. اسلام فکر است، من شخص هستم، من فرد هستم و من نمایندگی از این فکر نمی کنم. هر کاری را که انجام بدم به این معنا نیست که فکر اصول فکری من همین باشه. و به همین ترتیب این مشکل متاسفانه جناب استاد هست در میان بعضی از فرق و بعضی از گروه ها که به خاطر عناد و به خاطر دشمنی که با یک گروه دیگر دارن باعث بر این میشه که انصاف ترک بکنن. به نظر شما استاد چی عوامل و چی دلایل باعث میشه که برخی ها که منسوب به اسلام هستند، بالاخره مسلمان هستند، میرن دست به اعمال میزنن که باعث بدنامی اسلام میشه؟ باعث بدنامی مسلمان ها میشه جناب استاد. بله. این خب نکته
این نکته رو متوجه باشین. میگم وقتی که مسلمان است، مسلمان نماینده اسلام است. نه خیر، مسلمان نماینده اسلام نیست. وقتی ما اگر بریم در یک کشور دیگه میگیم فلان نفر به سبب فلان اخلاق فلان شخص فلان کافر مسلمان شد، خب این از اسلام درست نمایندگی کرد، طرف مقابل به طرف خود جلب کرد. مادامی که به اسلام درست عمل بکنه نماینده اسلام گفته میشه. و الهی که من شما رو به جای میفرستم، شما به دستور من اجرا نمیکنید، شما نماینده من هستید، قبول ندارم شما رو به عنوان نماینده. اسلام کسایی رو به عنوان نماینده قبول داره که مبلغ اسلام باشند، اسلام رو درست در زندگی خود تطبیق بکنن. و الا فردی که اون منحرفه، فردی که منحرفه، اون نماینده اسلام نیست. پس میان این تفاوت بگذارین. برای بدنامی مسلمان ها، حالا ادامه بدین سوال خود. سوال من این بود که استاد چه عوامل، چه اسباب، چه علل باعث میشه که یک جوان یا یک گروه از جوانان میرن دست به چنین اعمال میزنن، مرتکب حتی در بین افرادی که بیگناه هستند؟ عوامل فراوان داره جناب استاد. وقتی ما خواسته باشیم این عوامل رو در واقع بررسی بکنین، عوامل فراوانی هست. از جمله اینه که بعضی از اینها نمیدانند، اسلام رو درست درک نکردن، اسلام رو درست نمیفهمند. آن گونه ای که اسلام به اینها گفته، آن گونه اسلام را نفهمیدن و درک نکردن و به اسلام عمل نکردن. و الا اینکه اگر اسلام را درست عمل میکردن و اسلام را درست میفهمیدن، این اعمال را انجام نمیدادن. یک عده دیگر اینها عقده‌ای هستند. عقده‌ای اند به این معنا همین افرادی که به این فرد تروریست میگن، یا پدرش را کشتن، یا مالش را دزدی کردن، یا کشورش را استعمار کردن، یا مسلمان ها را به خاک و خون کشیدن، یا خانه اش را خراب کردن، به هر حال حال روزش را تباه کردن. این فرد حالا میخواد انتقام بگیره. خب انتقام از مظلومی؟ انتقام از مظلومی نمیگیره. انتقام منظور من از افراد است که حالا به هر حال اینها اگر در جنگ دشمنن. اما در حالتی که حالت مظلومینه، باز میگردیم به همان موضوع اول که اینها نمیفهمند. و الا اگر بفهمن، این درست نیست که انتقام از فردی بر شما ظلم کرده شما انتقام از فرد دیگه بگیرید. اما باز هم میگم باعث و بانی تمام این مفسده ها و تمام این کارها تروریست های بزرگی هستند که امروز مسلمان ها را متهم به تروریست میکنند. آمده بمباران کرده، مسلمان ها نابود کرده، مسلمان ها تباه کرده، مسلمان ها به خاک و خون کشیده. یک جوان هم احساساتی میشه، حالا از دین هم درست خبر نداره، احساساتی میشه چون اینها بانی شدن. باز هم میگم باعث اینها هستند. باعث اینها هستند. به پیامبرش توهین میکنن، و قرآنش توهین میکنن، قرآنش را میسوزانن، قرآنش را آتش میزنن، به فکرش توهین میکنن، به اسلامش توهین میکنن. بعد هم میگن تو آرام باش، چیزی نگو که اگر صدای خود را کشیدی تروریست میشی. به هر حال اینها در واقع وسیله هست برای اینکه یک فرد میره این کار انجام میده. خب استاد گرامی، تقریبا در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. اگر میشه فقط خطاب به کسایی که اسلام درست نفهمیدن، درک درست از اسلام ندارند و اسلام به خشونت و ترور و بالاخره وحشت و خون آشامی متهم میکنن، خطاب شما به اونا در مدت تقریبا 2 دقیقه. حقیقتا جناب استاد، من به این افرادی که به هر حال حالا چی مسلمانن چی غیر مسلمان به صورت عمومی میگم، چون ما اینها را اول 2 دسته تقسیم کردیم، توصیه من به اینها این است که شما اسلام را از اصول و مبانی اسلام بشناسید. اسلام را از من مسلمان نشناسید. اسلام را از من نگیرید، از اصول و مبانی اسلام بگیرید، آنچه که قرآن کریم و آنچه که سنت رسول الله علیه السلام هست. شما اگر واقعا با انصاف هستید، به کتب تاریخ اسلامی یک بار بازگردید. اول با قرآن کریم، به سنت رسول الله علیه السلام، روش صحابه پیامبر علیه السلام، به اینها بازگشت کنید. اینها را درست مطالعه کنید، آن گونه ای که هست، بدون تعصب. چون اگر ما خواسته باشیم، حالا چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان، خواسته باشیم یک فکر را، یک اندیشه را درست درک بکنیم، باید تعصب را از خود دور بکنیم. و الا اگر اینکه ما با تعصب پیش رفتیم، خوب را بد میبینیم، بد را خوب میبینیم. پس متوجه باشین، بدون از تعصب، با انصاف و با مردانگی به آیات قرآن کریم مراجعه بکنیم.
احادیث رسول الله علیه السلام را ببینیم، اسلام را از مرجع درستش آن را بشناسیم، اسلام را از مرجعی که آن را معرفی می کند ما اسلام عزیز را به معرفی بگیریم و اسلام عزیز را در واقع آنگونه از آن برداشت بکنیم. پس اگر ما خواسته باشیم واقعا این افکاری که به هر حال حالا در ذهن ما به هر گونه جا گرفته که اسلام گویا دین ترور هست، دین وحشت هست، دینی است که دهشت افکنی میکنه، دینی است که جنگ و خونریزی در آن هست، اگر این افکار در ذهن شما جا گرفته، یگانه راه این است که به مرجع اصلی اسلام مراجعه کنید تا بدانید که اسلام دین ترور نیست، اسلام دین صلح و آرامش است، بلکه کسان دیگری هستند که باعث می شوند تا مسلمان ها حالا دست به خشونت بزنن، حالا دست به کارهایی بزنن که یا نافهمی آنها باعث بر این میشه، مثل شما نمیفهمند، و یا اینکه به هر حال وسیله های دیگری یا باعث های دیگری در واقع دوچار بر این شده که آنها را مبتلا به این کار میکنه که به هر حال رجوع بکنن به ترور افراد یا به کشتار افراد. خب استاد گرامی، استاد فاتح عزیز، در پایان برنامه من از شما جهان سپاس و تشکری میکنم که باز هم حاضر شدین در این برنامه و جزاکم الله خیر. در ارتباط به دفاع از اسلام، در ارتباط به رد شبهه‌ای که علیه اسلام مطرح میشه که گویا اسلام دین وحشت و دین خشونت است و امروز یک پروسه بزرگ هم در غرب از چند دهه به این طرف به نام اسلاموفوبیا یا اسلام هراسی جریان داره و میخواهند غربی ها را، میخواهند شهروندان غربی را از اسلام منفور بسازن و اونها را از اسلام بترسانن و اسلام یک غول برای اونها معرفی بکنن، یک چیز ترسناک و وحشتناک، و مسلمانان را به نام تروریسم و آدمکش و خونخوار و خون آشام به اونها معرفی بکنن. با امید روزی که انشاءالله مسلمانان و جوانهای با استعداد و با فکر و با اندیشه بتوانند شبهات و شبهه های بدور از انصاف دشمنان را پاسخ بتند و در این راستا گام بردارند و از اندیشه اسلامی و فکر اسلامی مردانه در عرصه رسانه ها دفاع بکنند تا اینکه بتانیم همان گونه که صحابه کرام، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم توانستند اسلام به غرب، به اقصا نقاط جهان برسانیم و دامنه دعوت اسلامی را گسترش بدیم. خب بیننده های عزیز و گرامی، تا دیدار آینده و برنامه آینده همه شما را به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی میسپارم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.